عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متمتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. جانا، من و تو نمونه پرگاریم، سرگرچه دو کرده ایم یک تن داریم. بر نقره روانیم کنون دایره وار، تا آخر کار سر به هم بازاریم. در عشق تو صد گونه ملامت بکشم، بر بشکنم این عهد غرامت بکشم. گر عمر وفا کند جفاهای تو را، بار کم از آن که تا قیامت بکشم. دشمن به غلط گفت که من فلسفیم، ایزی داند آنچه او گفت نیم. لیکن چو در این غم آشیان آمده ام، آخر کم از آن که من بدانم که کیم. گل گفت که من یوسف مصر چمنم، یاقوت گرانمایه پرزر دهنم. گفتم چو تو یوسفی نشانی بنمای، گفتا که به خون غرق نگر پیرهنم. خیمه خیام.